سلام و درود خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز به جلسه 27 آموزش زبان دانمارکی از مبتدی تا پیشرفته خیلی خوش اومدین. خب عزیزان، اسم این جلسه در مدرسه و در بانه و مهد کودک هستش که خیلی از جملات کاربردی رو برای شما عزیزانی که پدر مادر هستین فرزندانتون رو به مهد کودک میبرین و یک سری سوالای خیلی کاربردی رو میتونید از مهد کودک سوال کنید رو توی این جلسه میخوایم آموزش ببینیم. و در مدرسه هم خب خیلی از سوالهایی که میتونید شما عزیزانی که بزرگسال هستین از همدیگه بپرسین و به هر حال در مهد کودک و مدرسه هر جمله کاربردی که میشه استفاده کرد رو توی این جلسه میخوایم با همدیگه آموزش ببینیم. خب عزیزان، شاید براتون سوال پیش بیاد که من خب فرزند ندارم، این درس شاید به دردم نمیخوره. همونطور که من توی همه درس‌ها تکرار کردم، موضوع درس خب مهم هست، ولی اینکه شما توی اون موضوع چه کلماتی رو و چه جمله‌هایی رو یاد میگیرین خیلی مهمه. چون مثلا یک سوال در رابطه با تربیت فرزند هستش، شما میتونین اون جمله رو توی سر کارتون از اینکه حالا مثلا اخلاق همکارا چطوره به این شکل میتونین جملات رو تغییر بدین. پس خیلی مناسبه هر موضوع درسی رو که آموزش میدم برای همه سنین، چون جملات به هر حال یه جایی به دردتون میخوره، ولی با یه تغییر و تحول کوچیک که همونطور که گفتم با کلمه شناسی میتونید به راحتی جملات رو تغییر بدین. برای ما عزیزانی که حالا تازه وارد هستیم این سبک به نظر من خیلی بهتره که از جمله خودتون رو پر کنید، یعنی یه عالمه جمله یاد بگیرین و کلمه شناسیتون رو بالا ببرین که بتونید به سادگی اون جمله هایی که یاد گرفتین رو با کلمات دیگه بتونید به راحتی تغییرش بدین. پس جمله سازی خیلی مهمه، سعی کنید جمله یاد بگیرین. خب عزیزان، قبل از شروع جلسه یه تشکر ویژه از تک تک شما عزیزانی که وقت میذارید نظر و کامنت های گرم و خوبتون رو برام میفرستین کنم. خیلی سپاسگزارم از تک تکتون، ممنون برای وقتی که میذارین و اینکه جلسه قبل در رابطه با این مشکلی که توی ایرانمون پیش اومده برای این پسر جوون توماج، خیلی ممنون از پشتیبانیاتون. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما ایرانی‌ها این تمایل رو داریم که خدمت و کمکی به همدیگه در هر رابطه‌ای بکنیم، حتی با هر پشتیبانی توی ویدیوها، توی حالا احترام به نظرهای همدیگه و در هر رابطه‌ای حتما این پشتیبانی ها رو از همدیگه بکنیم تا این دنیا رو بتونیم یک جای بهتری کنیم برای خودمون و نسل‌های آیندهمون و فرزندانمون. خیلی از تک تکتون سپاسگزارم عزیزان. دیگه وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، دیگه میریم سراغ این 4 تا نکته که برای یادگیری هر چیزی مهمترین اصل عزیزان تکرار هستش. نه فقط آموزش ها، توی هر کاری با تکرار ما به اوج پیشرفت و اون بهترین خودمون تو هر شغل و حرفه و کار و رابطه و احساس درونی و اینها میرسیم. بارها این رو مثال زدم، ولی چون ما انسان فراموشکاریم با تکرار همه چیز رو یاد میگیریم و توش بهتر میشیم. من این کار رو توی این 4 تا نکته انجام میدم همیشه توی هر جلسات که یادمون نره برای یادگیری و آموزش در هر کاری، هر چیزی، برای بهتر شدن تکرار مهمترینه. حتما اون اصول، سیستم زندگی و اون روش خودتون رو توی هر آموزش، هر کاری پیداش بکنید و اون تکنیک، اون سبک رو که پیدا کردین همش تکرارش کنید، براش وقت بذارین تا به قول این روانشناسی اون بره تو ضمیر ناخودآگاهتون و دیگه خودکار انجامش بدین. زبان دانمارکی هم به همین شکل هست، اینقدر هر روز تکرار کنید که هی به اطلاعاتتون اضافه بشه، چون زبان همونطور که میدونید پایان نداره، یادگیری هر زبانی، ولی تا یه سطحی کافیه. اون سطح رو دیگه اون کمترین زمانش رو در نظر میگیریم. توی 3 سال واقعا باید اون زبان رو تقریبا 50% رو یاد بگیرین که بتونید حداقل کارتون رو راه بندازین و اون حدی که میتونید متوجه بشین رو متوجه بشین. پس با تکرار عزیزان در این زبان بهتون قول میدم بهتر و بهتر میشین. حتما این کار رو کنید. و اینکه زبان دانمارکی یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست، لهجه و تلفظ خاص خودش رو داره. کلمات رو همونطوری که میشنوین تکرار کنید و به خودتون سخت نگیرین. حالا اینکه تلفظ صحیح و درست رو یاد بگیرین مهمترین اصله، ولی اون لهجه‌ای که استفاده میکنین اصلا مهم نیستش. لهجه منظورم
اینه که حالا مثلا دیدین دیگه همه اشغال یه لهجه متفاوت دارن. خود دانمارکی ها مثلا شما اگر نوآیولند برید اصلا کلماتی دارن که خود دانمارکی های دیگه از هر شهری نمیفهمن. من دوستانی دارم مثلا مادرشون یا پدر مادرشون از اونجان اصلا نمیشه فهمید اینا چی میگن. پس لهجه مهم نیست، تلفظ حروف یا کلمات خیلی مهمه که حتما سعی کنید این رو صحیح یاد بگیرین و لهجه‌تون هم به مرور زمان خودتون میتونید بهتر و بهترش کنید. خب عزیزان، و این آموزش‌ها صرفا برای شما عزیزانی که تازه به دانمارک میایین تهیه شده و امیدوارم که از این جلسه هم راضی باشین. خب وقت رو بیشتر نمیگیرم عزیزان، میریم سراغ جلسه. اسم این جلسه همونطور که گفتم در بانهوه که میشه مهد کودک و در مدرسه که به درد شما عزیزانی که همونطور که گفتم بچه دارین یا خودتون به مدرسه میرین یا هر سوالی که به هر حال میشه پرسید و در این رابطه یاد گرفت رو توی این جلسه با هم دیگه آموزش می‌بینیم. و یادگیری جمله خیلی مهمه عزیزان. سعی کنید خودتون رو همونطور که گفتم از جمله پر کنید و کلمه شناسیتون رو بالا ببرید. این رو 1000 بار تکرار کردم که واقعا متوجهش بشین که جمله سازی رو یاد بگیرین بعد کلمه شناسی رو بالا ببرین. این خیلی کمک میکنه، به نظر من بهترین روش هست برای اینکه شما بتونید یه زبان خیلی راحت صحبت کنید. خب میریم سراغ جلسه. خب یه سری جملات تکراری هستن که اشکالی نداره که تکرار بشه و اینکه کلمات خیلی جدیدی توی این درس حتما با هم دیگه آموزش میبینیم. خب از اینجا شروع میکنیم. اسم شما چیه؟ وهدادو. وهدا همونطور که گفتیم این ذ رو من دوباره تکرار میکنم. ذ زبان معلق بین دندان ها میمونه. وهدادو. وهدادو. و هیلا شاید توی مدرسه شنیده باشین معلم میگن با ل بگو، به خاطر اینکه دیگه چاره ای نیست، به این شکل به هر حال میفهمیم منظورتو. که حالا سعی کنید زبانتون رو این دالزال خودمون رو من توی اون جلسات اولیه خیلی توضیح دادم، دوباره اینجا جهت یادآوری میگم که این ذ رو تو زبان دانمارکی خیلی مهمه صحیح بیانش کنید که وهدادو. وهدادو به این شکل گفته میشه. اما میگه چند سالته؟ و گامل ارو. و گامل ارو از کجا اومدیم؟ و کاما روفخا. و کاما روفخا. ما ایرانی‌ها خب لهجه خودمون رو داریم، خیلی هم تو دنیا معروفیم، چه تو زبان انگلیسی چه دانمارکی. مثلا من خب میشنوم شاید بگم 80% ایرانیای عزیزمون اینو مثلا میگن و کاما دوفقا. این فقا رو کلمات رو سعی کنید عزیزان یکم راه شل بگین، بخوریدش بگین. این فقا یا کاما، این که و چه و شه و فه و غیر و اینا رو یکم کشیده نگین. توی زبان ما خب به این شکل هست، ما مثلا میگیم قاشق، چنگال. خب این یه سری حروف هستن ما خیلی سفت میگیمشون که توی دانمارکی سعی کنید روون بگین. مثلا این فقا رو بگین فقا فقا، فه و غیر رو همزمان فقا، به این شکل بگین فقا. و کاما روفخا. میپرسه مهد کودک یا حالا مدرسه شما کجاست؟ و گاروی بانهوه یا سکوله. و گاروی سکوله. و گاروی بانهوه. کجا میری تو به مدرسه؟ که منظور همون مدرسه شما کجاست. حالا میپرسه دوست داری چیکار کنی؟ و کرولی ادلیو. و کندولی ادلیو. خیلی سریع. و کرولی ادلیو. به این شکل گفته میشه. غذای مورد علاقه شما چیست؟ وردین یndlingsmad. یndlingsmad که میشه مورد علاقه، غذای مورد علاقه. وردین یndlingsmad. میپرسه رنگ مورد علاقه شما چیه؟ وردین یndlingsfarve. وردین یndlingsfarve. یndlingsfarve. اسباب بازی مورد علاقه شما چیست؟ وردید یndlingslegetøj. یndlingslegetøj. legetøj با ایت گفته میشه و دیت یndlingslegetøj هم گفته میشه. بهترین دوست شما کیه؟ Hvem er din bedste ven? Hvem er din bedste ven? آیا خواهر برادر داری؟ Har du søskende? Har du søskende? søskende میشه خواهر برادر. پدر مادر شما چیکار میکنن؟ Hvad laver dine forældre? دینه میتونید دین بگین، یکم ای رو بکشین منظورتون دینه هستش که توی دیگه حالا خیلی روان صحبت میکنن تو زبان دانمارکی دین میگن، یکم کشیده میگن. دین که میگین میشه یک، دین یه ذره میکشینش منظور دینه هستش که تعداد بیشتر مالکیت هست که فایلقا 2 نفر هستن پدر و مادر، پس دینه به کار میره. ولی دین فایلقا. حیوان خانگی داری؟ Har du et kæledyr? Har du et kæledyr? کله دیا
میشه حیوان خانگی. کله منظور ناز کردنه، ولی دیگه کله دیا میشه حیوان خانگی. میپرسه کتاب مورد علاقه شما چیه؟ Hvad er din yndlingsbog? Hvad er din yndlingsbog? حالا این پایین دیگه مورد علاقه شما هر چیزی رو با yndlings میتونید شروع کنید. Yndlingsfilm, yndlingssang, yndlingsspil, yndlingsferie که میشه مورد علاقه. حالا میپرسه آیا میتوانید دوچرخه سواری کنید؟ Kan du cykle? Kan du cykle? حالا میپرسه آیا میتونید شنا کنید؟ Kan du svømme? Kan du svømme? Svømme میشه شنا کردن. آیا میتوانید نقاشی بکشید؟ Kan du tegne? Kan du tegne? آیا میتوانید آواز بخوانید؟ Kan du synge? Kan du synge? Kan du synge? آیا میتوانید برقصید؟ Kan du danse? Kan du danse? Kan du danse? آیا میتوانید بشمارید؟ Kan du tælle? Kan du tælle? به این شکل گفته میشه. تله میشه شمردن. آیا میپرسه آیا میتونی الفبا رو بگی؟ Kan du sige alfabetet? Alfabetet میشه الفبا. Kan du sige alfabetet? آیا میتونی به زبان انگلیسی صحبت کنی؟ Kan du tale engelsk? Kan du tale engelsk? امروز چه روزیه؟ Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? حالا میگه امروز چه تاریخیه؟ Hvad er datoen i dag? Hvad er datoen i dag? حالا میگه ماه چندمه؟ Hvilken måned er det? Hvilken måned er det? که منظور چه ماهی هستش؟ حالا میگه سال چندمی؟ Hvilket år er det? Hvilket år er det? Hvilket år er det? حالا میگه هوا چطوره؟ Hvordan er vejret? Hvordan er vejret? Hvordan er vejret? Gærme یا سرده؟ Er det varmt eller koldt? Er det varmt eller koldt? حالا میگه آفتابیه یا بارونیه؟ Er det solskin eller regn? Er det solskin eller regn? Sol آفتاب، skin درخشیدن. solskin میشه هوای آفتابی که میگه er det solskin eller regn؟ میگه برفیه یا ابریه؟ Er det sne eller skyet? Skyet skyer میشه ابرها، sky میشه ابر دیگه، وقتی مشخصه skyet گفته میشه. Er det sne eller skyet؟ باد میاد، blæser det؟ blæser det؟ میگه هوا طوفانیه. Der er stormvejr. Der er stormvejr. Der er اونجا هست stormvejr. storm دیگه طوفانه، باد شدید طوفانی که میاد storm هستش دیگه. بلیس یه باد طوفان، storm هستش که ویر میشه هوا. Der er stormvejr. میگه حالت خوبه؟ Har du det godt؟ میگه خسته ای؟ Er du træt? Er du træt؟ گرسنه ای؟ Er du sulten? Er du sulten? تشنه ای؟ Er du tørstig? Er du tørstig? Tørstig که میشه تشنه. Tørstig. شادی؟ Er du glad? Er du glad? غمگینی؟ Er du ked af det? Er du ked af det یا ناراحتی؟ عصبانی هستی؟ Er du vred? Er du vred؟ دو نوع عصبانی داریم، سوء و vred. سوء زمانی یه نوع عصبانیه که دیگه شما سوء این عصبانی داری حرف میزنی خودتو میریزی بیرون، ولی vred یه خشمگین میشه گفت. کسی که از تو خشمگین دیدین اصلا چشاش خشم میباره بیرون، اون vred هستش. بیشتر از عصبانیه، ولی عصبانی آدم حرف میزنه میگه دیگه. سوء وقتی یه نفر داره با لهجه عصبانی حرف میزنه هنه سوء، ولی یه نفر که مثلا از درون میبینید خشم داره میخورتش یا عصبانی از تو، اون vred هستش. پس فرق این سوء و vred در این دوتا هستش که امیدوارم متوجه شدین. میترسی؟ Er du bange؟ که یعنی میترسی. میگه به کمک نیاز داری؟ Har du brug for hjælp? Har du brug for hjælp؟ میتونم کمکت کنم؟ Kan jeg hjælpe dig؟ Kan jeg hjælpe dig؟ یه گم شدم. Jeg er faret vildt. که faret vildt یعنی گم شدم. خوشحالم که میبینمت. Dejligt at se dig. Dejligt at se dig. یه وقت بازیه. Det er tid til at lege. وقت غذاست. Det er tid til at spise.
وقت خوابه. Det er tid til at sove. Det er tid til at sove. بیا با هم بازی کنیم. Lad os lege sammen. Lad os lege sammen. Lad os بذار همدیگر رو. لا همونطور که گفتیم منظور بذاره. بذار با هم بازی کنیم. Lad os lege sammen. بیا با هم بازی کنیم. که به دانمارکی به این شکل گفته میشه. Lad os lege sammen. میتونم با تو بازی کنم. Må jeg lege med dig? Må jeg lege med dig? چه میخواییم بازی کنیم؟ Hvad skal vi lege? Hvad skal vi lege؟ همونطور که گفتم دیگه این کلمات وسکل، وسکل اینا رو دیگه خیلی سریع میتونید دیگه være که میشه hvad که دیگه و خیلی سریع این کلمات اولیه رو که سوال میخواین کنین رو مثل با و der با اینها که شروع میشه خیلی سریع میتونین hvad skal vi lege به این شکل بگین. میتونم اسباب بازی تو رو قرض بگیرم. Må jeg låne dit legetøj? Låne dit legetøj. خیلی سلیس بخوایم بگیم که خیلی هم درسته میشه گفت Må jeg låne dit legetøj. ولی خب دیگه این خیلی شله دیگه، یواش یواش این رو باید اینقدر تکرار کنید که سریع بتونید بگید Må jeg låne dit legetøj. به این شکل گفته بشه. میتونم با اسباب بازی تو بازی کنم. Må jeg lege med dit legetøj? Må jeg lege med dit legetøj? Han میگه نوبت منه. Det er min tur. Det er min tur. Det er min tur. یه دست نگه دار یا نکن. Stop. Stop. Stop رو دیگه میشه برای دست نگه دار، بس کن. حالا با اون لهجه‌ای که تو هر شرایطی هست میتونید یکم جدی‌تر یا مهربون‌تر با لهجه‌تون به کار ببرید. Stop یا stop. خب میگه معذرت میخوام. یا بکلیا. بکلیا دیگه معذرت خواستنه. ببخشید میشه اونسکول. بکلیا میشه معذرت میخوام. یا بکلیا. میگه اشکالی نداره. دگا ایگنور. این انجام نمیده چیزی که همون میشه اشکالی نداره. دگا ایگنور. یه سردمه. یا فروسا که میشه سردمه. میگه گرممه. یه هر ومت. میگه سلامت نیستم یا حالم خوش نیست. یه غسک میشه سالم، سلامت بودن. یه غسک من سلامتم، سالمم. یا یه غسک حالم خوب نیست، مثلا مریضم، کسالت دارم. یه غسک. میگه معلم کجاست؟ و الیان. میتونم به خونه برم؟ ما گویم. همونطور که گفتیم کلمات افعال اجباری مثل مو، کن، ویل اینها که میان فعل ها دیگه اون ای یا ایشون برداشته میشه، مثل ات گو نوشته میشه که ما گویم به این شکل گفته میشه. مامانم کجاست؟ و امین مو. میگه بابام کجاست؟ و امین فا. برنامه روزانه مهد کودک چگونه است؟ Hver børnehaves dags program. Hver børnehaves dags program. به این شکل گفته میشه. چه فعالیت هایی برای کودکان در نظر گرفته شده؟ Hvilke aktiviteter tilbydes børnene? tilbydes که حالا در نظر گرفته شده یا ارائه داده میشه که توی این سوال منظور چه چیزی رو براشون ارائه میدید یا در نظر گرفتین. Hvilke aktiviteter tilbydes børnene؟ که børnene بچه های مشخص هستش. حالا میگه چگونه از سلامتی کودکان در طول روز مراقبت میشه؟ Hvordan sikres børnenes trivsel i løbet af dagen? به این شکل گفته میشه که trivsel میشه تندرستی، سلامتی. چجوری از سلامتی بچه ها اون تندرستیشون حمایت میشه یا مراقبت میشه که سکاس منظور مراقبت هست در این جمله. I løbet af dagen در طول روز مراقبت میشه. Hvordan sikres børnenes trivsel i løbet af dagen؟ به این شکل گفته میشه. حالا میپرسه رسیدگی به خواب و غذا در مهد کودک چگونه است؟ Hvordan håndteres søvn og måltider i børnehaven؟ måltider میشه وعده های غذایی. søvn میشه خواب دیگه، مثلا یا فلایی søvn من خوابم میبره. sov میشه خوابیدن. søvn میشه خواب دیگه،
در خواب رفتن. خواب، حالا مثلا خوابشون چطوریه؟ به این شکل گفته میشه hvordan håndterer søvn og måltider i børnehaven. حالا میپرسه چگونه با رفتارهای چالش برانگیز کودکان برخورد میشه. hvordan håndteres udfordrende adfærd hos børnene. håndteres چطور رفتار میشه، چطور برخورد میکنید، که توی جملات خیلی معنی‌های متفاوت میتونه بده. håndteres چجوری کنار میای، چجوری رسیدگی میکنی. این دو حالت فکر کنم مناسب باشه که håndteres رو چجوری با کنار میای با این مسئله. hvordan håndterer du چجوری کنار میای یا چجوری بهش رسیدگی میکنی. hvordan håndterer du که اینجا سوال میکنه hvordan håndteres udfordrende adfærd hos børnene. hvordan håndteres udfordrende adfærd hos børnene که همونطور که گفتم håndteres میشه کنار اومدن یا حالا برخورد کردن. adfærd udfordrende چالش برانگیز. adfærd رفتار. adfærd میشه اخلاق، خلق و خو. اخلاق چجوری با اخلاقهای مثلا چالش برانگیز بچه‌ها کنار میان، که به این شکل سوال رو میگن. hvordan håndteres udfordrende adfærd hos børnene که این د آخر adfærd شنیده نمیشه. خب حالا میپرسه چگونه میتونم با مربی فرزندم در تماس باشم. hvordan kan jeg kontakte mit barns pædagog. hvordan kan jeg kontakte mit barns pædagog که پداگوگ میشه اون مربی. میپرسه چگونه از پیشرفت فرزندم در مهد کودک مطلع شوم. hvordan får jeg information om mit barns udvikling i børnehaven. hvordan får jeg information om mit barns udvikling i børnehaven که udvikling پیشرفت هستش، information هم اطلاعات. آیا جلسات ملاقات با مربیان وجود داره؟ Er der mulighed for møder med pædagogerne? Er der mulighed for møder med pædagogerne که به این شکل گفته میشه چگونه میتونم در مورد نگرانی هایم در مورد فرزندم بحث و گفتگو کنم. حالا این بحث و گفتگو رو من مجبور شدم اینجوری ترجمهش کنم. میگه hvordan kan jeg drøfte eventuelle bekymringer om mit barn. hvordan kan jeg drøfte eventuelle bekymringer om mit barn که drøfte میشه بحث و گفتگو خیلی مثبت. مثلا میخوام بیام در مورد موضوعی بحث کنم. drøfte eventuelle احتمالی bekymringer نگرانی ها om mit barn در مورد فرزندم، که منظور اینه چطوری میتونم در مورد نگرانی هام در مورد فرزندم صحبتی بحثی با شما داشته باشم. hvordan kan jeg drøfte eventuelle bekymringer om mit barn به این شکل گفته میشه. حالا میگه چگونه میتونم از رویدادها و فعالیت‌های مهد کودک مطلع شوم. hvordan får jeg information om begivenheder og aktiviteter i børnehaven. begivenheder og aktiviteter که میشه همون رویدادها و فعالیت‌ها، که به این شکل گفته میشه hvordan får jeg information om begivenheder og aktiviteter i børnehaven. حالا پرسه فضای داخلی و خارجی مهد کودک چگونه است. hvordan ser børnehaves indendørs og udendørs miljø ud که indendørs میشه داخلی، udendørs میشه بیرونی، بیرون از در یا داخل در. به این شکل به دانمارکی گفته میشه که منظورش داخلی و خارجی هست، بیرونی، که miljø میشه فضا، اون فضای داخلی، اون جو داخل، فضای داخلی به چه شکل هست، که میگم مثلا ورند سیا اول از بیرون چجوری دیده میشه. دو سیا گاد اول، تو از بیرون خوب دیده میشی. اگه بخوایم فارسی دقیقش رو ترجمه کنیم، پس این اون داس میلیا اول میشه فضای داخلی یا خارجی چجوری هستش. ورند سیا børnehaves indendørs og udendørs miljø ud به این شکل گفته میشه. حالا میگه آیا مهد کودک از نظر ایمنی تایید شده است؟ Er børnehaven sikkerhedsmæssigt godkendt? Er børnehaven sikkerhedsmæssigt godkendt؟ که sikkerhedsmæssigt میشه تایید ایمنی، godkendt تایید ایمنی شده، به این شکل گفته میشه. Er børnehaven sikkerhedsmæssigt godkendt که از نظر ایمنی تایید شده. چگونه بهداشت و نظافت در مهد کودک حفظ میشه؟ Hvordan sikres hygiejne og renlighed i børnehaven? Hvordan sikres hygiejne og renlighed i børnehaven? Hvordan sikres hygiejne og renlighed i børnehaven؟ که hygiejne میشه بهداشت، renlighed هم که نظافت هستش،
که به این شکل گفته میشه Hvordan sikres hygiejne og renlighed i børnehaven؟ چطوری به بیماری و آسیب‌ها در مهد کودک رسیدگی میشه؟ Hvordan håndteres sygdom og tilskadekomst i børnehaven؟ که sygdom میشه مریضی، tilskadekomst میشه آسیب‌ها یا حالا اون جراحت‌ها، آسیب‌هایی که میشه دید، آسیب دیدگی‌ها. Hvordan håndteres sygdom og tilskadekomst i børnehaven؟ حالا میگه سیاست‌های غذایی مهد کودک چیست؟ این سیاست‌های غذایی که حالا من تو خیلی جملات این سیاست مثلا شرکت چیه، سیاست فلان چیه، خب این شکلی میشه ترجمهش کرد که ما به فارسی به این شکل نمیپرسیم. مثلا میگیم قانون چیه یا فلان چیه، ولی تو زبان دانمارکی پلیتیک یه سیاست هست، چون برای هر چیزی، برای هر سیستم و نظمی یه سیاستی پشت پرده یا اون تو اون سیستم هستش که به این شکل سوال میکنن. و børnehavens kostpolitik، کاست میشه سیاست غذایی دیگه. اون سیاست غذاییشون در بانهوه چی هست؟ و børnehavens kostpolitik که به این شکل پرسیده میشه. حالا میپرسه چگونه میتوانم فرزندم رو برای ورود به مهد کودک آماده کنم؟ Hvordan kan jeg forberede mit barn på at starte i børnehave؟ Hvordan kan jeg forberede mit barn på at starte i børnehave؟ که forberede میشه آمادگی قبل از اقدام. forbedre میشه بهتر شدن، بهتر کردن. forberede یا forberede میشه آمادگی پیدا کردن قبل از اقدام، که در این سوال منظورش اینه که فرزندمو چطوری برای مهد کودک آماده کنم. Hvordan kan jeg forberede mit barn på at starte i børnehave؟ چه چیزی باید برای اولین روز مهد کودک فرزندم تهیه کنم؟ Hvad skal jeg medbringe til mit barns første dag i børnehaven؟ Hvad skal jeg medbringe til mit barns første dag i børnehave؟ که medbringe، bringer آوردن، medbringe همراه داشتن، همراه بیارم یا همراهش بیارم، که منظورش اینه که چه چیزهایی روز اول فرزندم نیاز داره یا باید همراهش باشه. Hvad skal jeg medbringe til mit barns første dag i børnehaven؟ آیا روزهای آشنایی برای کودکان جدید وجود داره؟ Er der introduktionsdag for nye børn؟ Introduktionsdag، حالا معرفی کردن، که حالا توی این سوال منظورش اینه آشنایی برای بچه‌های جدید هست که مثلا میان با چیزها رو بهشون معرفی کنین، بچه‌ها رو، کلاس‌ها رو، مدرسه رو، اینها رو. نیو برن که تعداد بیشتر برن هست، نیو گفته میشه. پس میگه er der introduktionsdag for nye børn؟ حالا میپرسه چگونه میتونم با فرزندم در سازگاری با مهد کودک کمک کنم؟ Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at tilpasse sig til børnehaven؟ که tilpasse چجوری کنار بیاد، چجوری میتونم سازگارش کنم، و اینکه به این شکل گفته میشه Hvordan kan jeg hjælpe mit barn med at tilpasse sig til børnehaven؟ حالا میگه چه زمانی میتونم انتظار داشته باشم که فرزندم در مهد کودک احساس راحتی کنه؟ Hvornår kan jeg forvente at mit barn føler sig tryg i børnehaven؟ که forvente انتظار داشته باشم یا forventer noget af dig، forventer هر چیزی که میشه انتظار داشتن. føler احساس کنه، føler sig احساس کنه، tryg i børnehaven، tryg امنیت، که احساس راحتی کنه. در این سوال به این شکل معنی میده Hvornår kan jeg forvente at mit barn føler sig tryg i børnehaven؟ حالا میخوام بگه من کنجکاوم در مورد حالا هر چیزی بدونم، یعنی nysgerrig på هر چیزی. nysgerrig که میشه کنجکاو بودن، یعنی nysgerrig på هر چیزی. حالا میپرسه میتونید بیشتر در مورد حالا هر چیزی به من بگویید؟ Kan du fortælle mig mere om هر چیزی؟ Kan du fortælle mig mere om؟ Kan du fortælle mig دیگه خیلی سریع دیگه fortælle mig گفته میشه، ولی خب fortælle هم بگین صحیح هستش. Kan du fortælle mig mere om هر چیزی. حالا میخواد بگه من نگران حالا هر چیزی هستم. یا bekymret for هر چیزی. bekymret چون یه احساسی که درون شما پیش میاد از قبل پیش اومده دیگه، گذشته اون کلمه bekymret یا علاقه داشتن interessert، که در 90% جملات شما گذشته یک سری از این افعال رو میگین، که مثلا bekymret نگرانی، bekymre میشه نگرانی، bekymret میشه نگرانی گذشته که توی جملات بیشتر گذشتهشون به کار میره. یا bekymret for هر چیزی.
هم میگه نظر شما در مورد حالا هر چیزی چیست؟ و سونست دو ام هر چیزی، و سونست دو ام هر چیزی که میخوایم بگیم. میپرسه چه کاری میتونم برای کمک به حالا هر چیزی انجام بدم؟ و kan jeg gøre for at hjælpe andre skole mit børn، یا هر چیزی که میخوایم بگین. و kan jeg gøre for at hjælpe، و kan jeg gøre for at hjælpe، و kan jeg gøre for at hjælpe هر چیزی که میخوایم بگین. خب عزیزان به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که از این جلسه هم راضی باشین، چون خیلی سوالای متداول در این رابطه گرفتم که در رابطه با مدرسه، مهد کودک اینها درس آماده کنین که من سعی کردم هر دو حالت رو توی این درس جا بدم. همونطور که گفتم من مثالای خیلی مختلفی توی هر جلسه میزنم که مثلا خیلی سوالایی که شما تو مدرسه، در پزشک، دکتر، هر چی میخواین بپرسین رو دیگه سوالا شبیهن به هم، فقط یک سری کلمات رو بعد توشون تغییر داد. توی این جلسه هم خب من سعی کردم دیگه کلمات خیلی کاربردی، جملات کاربردی رو با هم دیگه آموزش ببینیم که امیدوارم از این درس هم، از این جلسه هم راضی بوده باشین. و اینکه تکرار عزیزان یادتون نره، تکرار تکرار تکرار، اینقدر جلسات رو تکرار کنید که حفظ شدین، بعد برید جلسه بعد. خب امیدوارم عزیزان از این درس هم راضی بودین و اینکه هر جای دنیا هستین به خدای بزرگ و متعال میسپارمتون. زندگیاتون پر از شادی و آرامش و بهترین ها باشه. تا جلسه بعد، خدا یار و نگهدار تک تکتون.